درود دوستان، برای عزیزان فارسی زبان ویدیو را حاضر میکنیم در مورد هوندا والکوری رون NRX 1800. این موتوری است که هوندا در امریکا تولید کرده. 1832 سی سی، تقریبا 108 هورس پاور قدرت داره و در تعداد محدود 3000 قطعه تولید شده. این پروژه هولوش 200 میلیون دلار برای هوندا هزینه داشته که هر موتور تقریبا 110,000 دلار هزینه برمی داشته براش، ولی هر کدوم به قیمت 30,000 دلار فروخته. این فقط به خاطر میشه گفت رو کم کنی بوده. موتور و گیربکس F6C که همون که رو گولدوینگه روی این موتورسیکلت هست که 6 سیلندر باکسر بهش میگن، بسیار نرم و بدون لرزش هست. فقط موتور و گیربکس این موتورسیکلت با آینه ها مشترک بین موتورهای دیگه و بقیه چیزا مختص این موتورسیکلت ساخته شده. تمام قطعات این موتورسیکلت اورجینال است و در ضمن در سالهای 2004 و 2005 هر سال 1500 عدد تولید شده و فرق بعضیاشون اینه که رینگای کروم ندارن بعضی، ولی این داره که بسیار زیباش میکنه و این پدال ها هم اضافه شده. این موتور 2 متر و تقریبا 40 سانت طولشه و صندلی خیلی پایینی داره که تعادل بالایی رو ایجاد میکنه و تقریبا 380 کیلو هم وزن داره. سیستم انجکتور، محافظ رادیات، 2 تا رادیات داره اینجا و کمک های خیلی جالب تعبیه کردن به این صورت 3 تا بازو میاد و در 3 رنگ مشکی و آبی بنفش و قرمز تولید شده که قرمزش رو من قبلا داشتم، اگه فیلم های قدیمی رو ببینید اونجا دیده میشه. کله چراغ این موتورسیکلت از کله آدم فضایی ها الهام گرفته شده. این موتور بسیار تمیز بود وقتی که من گرفتم و ادامه دادم به تمیزکاری و بیشتر و کروم ها و رنگش شرایط بسیار خوبی داشت. البته من بیشتر تمیز کردمش. مهمترین چیز توی این موتورسیکلت قطعاتیه که کرومه، اونا باید شرایط خیلی خوبی داشته باشه. این دستگاه ساختش سال 2005 هست و همینطور که می‌بینید بعد از 20 سال بسیار تمیزه. برچسباش هنوز روشه، هرچند یه خط خالایی داره ولی بستگی به سن و مایلجی که داره روش بسیار تمیزه. بذار بدون استارت هم بزنیم. اگزوزهای بسیار زیبا و متقارن، گلگیر عقب گنگستری و میشه گفت اینو تولید کردن که فقط به هارلی دیویدسون بگن ما بهتر از شما هستیم و اینکه تولید نمی کنیم موتورهای اون شکلی دلیل بر این نمیشه ما نتونیم. سواری بسیار راحت و خوبی داره، هندلینگش خیلی عالیه، ترمزاش 2 تا دیسک جلو یه دیسک عقب داره و گیجش رو هم نگاه کنیم اینجا 17,000 مایل. این با این شرایطی که داره هولوش 25,000 پوند انگلیس قیمتشه و میشه گفت یکی از تمیزترین هاست که من پیدا کردم و صاحبش قبلیش 11 سال اینو نگه می داشت توی شرایط بسیار عالی. یه گازم بدیم.
من یه دونه از اینا رنگ قرمزش رو کامل بازسازی کردم و تقریبا میدونم کامل این چجوری باز میشه و دوباره سوار میشه سر جاش موتورسیکلت. بسیار با ابهت زیبا. ایناری که میبینید من LED لایت گذاشتم ببینم چه مدلی میشه شب. یه تیکه هم از شبش فیلم میگیرم براتون میذارم. پایدار باشید، سابسکرایب کنید برای ویدیوهای بهتر و جالبتر در مورد ماشین ها، موتورها و کانتنت های دیگه. ممنونم.